خب همراه من راجع به چی گپ میزدی؟ درباره وضعیت تو فکر کردم ابرو جان. راستش نمیخواستم بجای تو باشم. نه که مرا دوباره به شرکت میاری. اگه پیشنهاد مرا قبول کنی چرا که نه؟ درست است، بگو چی میخوایی؟ کمک میکنی که کنان نابود کنیم. ختم کردن؟ تو چی میگی؟ در زندگی نمیشه. ابرو از تو یک سوال پرسان میکنم. اگه کنان یک آدم بی پول و بی پیسه می بود باز امور قدر دوست می داشتی؟ بله، در هر شرایط و در هر حالت. در صورت باید به من کمک کنی. ای که دوست داشتن تا حد دیوانگی چی است از کلی که بهتر من درک میکنم. من هیچ کار نمیکنم که به او آسیب برسه. من به یک شکل یک رایش پیدا میکنم و او را دوباره به دست میارم. راستی؟ چقدر خیال پرداز بودی تو. اگه بخوایم هیچ وقت نمیمونم که خواهرم از کنعان جدا شوه. اگه قسم شوه تا آخر عمرت کنعان به دست آوردن نمیتونی. کنعان یک آدم با شرف و با حیثیت است. بی پول شدن او را از پای نمندازه. اما اگر کاری کنی که به شرفش لطمه زده شوه، او وقت از کنعان اثر باقی نمیمونه. خوب است وقتی که بی کس و بی کویمان تو در پیشش میباشی و به او تسلی میدی. بعد از یا برات یک فرصت طلایی است. هر دوی ما میتونیم به خواسته های خود برسیم. فقط با یک شرط قبول میکنم. کاری نمیکنی که به او آسیب برسه. بیا سینان، یوز و سوم گروه ماست. ابرو است. خب حالا چی میکنی؟ چی وقت شروع میکنیم؟ کل چیز قدم به قدم خود فهمیدین. کم صبر کنین. ما بعدن میایم. بیا اینجا کسی بیگانه نیست. بیا. آقا اورال، با الپر از شرکت امنیتی گپ زدم. تصویرها از هارد دیسک اصلی حذف شدن. کسی اونا را به دسته حذف کرده. و یک گپ مهم دگام هست. آقا الپر تصویرها را دیده. چی میگی؟ همیاله همراه آقا الپر یک ملاقات تنظیم کن. همیاله. از کندال هیچ خبری نیست. بسیار پرسپال کردم اما بعد از این ساعت پیدایش نمیکنم. اول عزیز بیادر حالیان فرار کردن کندال دست و پای ما کاملا بسته شده. وکیل چی میگه؟ دیگه چی بگوی شیره؟ میگه که فعلا خارج کردن نمیتونمش. مجبور که زیر نظارت باشه. خدا لعنتش کنه. کنان گفته های احمد در نظر تو منطقی از شیریم؟ ولا نمیفهمم. هرچی فکر میکنم هرچی میسنجم بازم به کدام نتیجه نمیرسم. اگه اسلحه را به کسی داده باشه پس او کی است؟ یا اگه این حادثه و قسم نباشه اوی کار نمیکنم. لالای مثلا تو نمیکنم. نه کدام چیز دیگه زیر کاسه یک نیم کاسه است. اما ما پیدایش میکنم. البته که پیدایش میکنیم. رئیس چطور میشه؟ اگه آزادش کردن نتانیم چی؟ اگه او روز مر از دریا نمیکشید این حال ما یک قبرم نمیداشتم. ما دوباره تولد شدم و هر چیزی که در اختیار دارم کلش از برکت عزیز بیادر است. حالی هم که او در زندانه است ما این قسم دست و پای بسته بی سر و صدا منتظر بودن نمیتونم. هیچ اجازه نمیتونم که اونجا برم. خیر میبینی.
بله اصل جاله 10 دقیقه شستم به یک ساختمان نیمه کار آمده. کسی در پیشش هست؟ جاله حالا داخل ساختمان میشم. وقتی که می آمدی کسی خانه دیدت نه؟ در مقابلش یک نفر است. کی است؟ جاله تو را میگم کی است؟ دیگه مانا نداره که از کسی پد کنه. ما کاری که لازم است انجام میدم. تو درست ترین تصمیم گرفتی، مطمئن باش. دفنه چی؟ همراه دفنه ملاقات کرد. اصل ما بعدم برات زنگ میزنم. بیا زود، تا حالا نباید قدر منتظر میماندی. همین قسم لازم بود. اما ناز لایق کشتن نبود. اورال میترسید که او را از دست بده. ناز میگفت روزی که تو را از دست بدم هر دوی ما نابود میشه. اورال براستی که نابود شده هموده نیست؟ چیزی که میخوایم تا که برم ندادی یک کلمه هم نمیگم. هر چیزی رو که میخوایی به دست میاری. تشویش نکن. اما میخوایم کلی چیزی رو که میفهمی بریم دانه دانه بگویی. بوریکا فوق‌العاده است عزیزم. عشق بوریکام است. تو زیاد خوش دارینی. همراه دفنه ملاقات کرد. مگه ما همیشه در حقت پدری نکده؟ پدر تو کس دیگه است اصل. خانم حسن، خانم حسن، خانم حسن، خانم حسن، خانم حسن، خانم حسن، شما خوب هستین خانم حسن؟ خوب هستم، خوب هستم، خوب هستم. فکر کنم فشارم پایین آمده. روز گذشتم همین قسم شده بودیم. کلگی در بیرون است. فعلا اینجا کسی نیست. ما با قورال خبر میتونم. نه ضرور نیست. با کسی چیزی نگو. من خوب هستم. اما خانم اصلی قسم نمیشه. باید پیش دکتر بری. کم استراحت کنم خوب میشم. نمیشه خانم اصل. اگه پیش دکتر نمیرین با قورال خبر میتون. درست است. میشه که برم او بتین لطفاً. در معایناتتان کدام مشکلی نیست؟ راستی خوش شدم. به احتمال زیاد فشارتان پایین رفته. باید به تغذیه‌تان توجه کنید. البته از استرسان باید دور باشید. این کارا به من بسیار سخت است. راستی شما آزمایش حاملگی انجام ندادین؟ ضرور نیست. خودم نخواستم. بفرمایین یک بار خودم معاینتان میکنم.
داشتین که آزمایش حاملگی انجام ندادین خانم اصل. شما هنوز عروسی نکردین. چطور یعنی؟ قسمه که گفتم هنوز عروسی نکردین. تو به من میگی که برو قاتل شو؟ همین میخوایی؟ دخترم تو دیوانه شدی؟ تو دیوانه شدی؟ ها؟ تو متوجه هستی که چی گفتم میری؟ بیبی تو همون دختره نیستی که هر روز بر روی من میدیدی و برای میگفتی که دوستم داری؟ تو خوب به خاطر من میمردی. حالا چی شد؟ کلش دروغ بود. دیگه خودت جمع کن. میفهمم که این پیران برات مثل یک بار سنگین معلوم میشه، اما مجبور هستی که قوی باشی به خاطر کنعان. تو خانم اصل کارانجاک آقای اورال دیمیروغلو را به حیث شوهرت قبول میکنی؟ باید قبول کنی اصل. ایران به کسی که میخوایی بده، به کسی که واقعا لیاقتش داره. برات گفته بودم تا تو نخواهی اصلا تو را لمسم نمی کنم. تو چی مشکل داری ها؟ تو کدام چیز را پنهان میکنی؟ بگو چی شده؟ طرفم سیل کن. فکر نکن که نمیبینم. بگو که کنعان تو را دوست دارم. بگو که مرا مجبور ساختن. ما باور میکنم. حتما باور میکنم. تو دغم پول و پیسه نیستی. هیچ وقت هم نبودی. توی قسم یک دختر نیستی اصلا. همراهم گپ بزن. هم محبت و هم کینه را از دلم بیرون کردم. فعلا چیزی که در جایش هست فقط یک امید کوچک است. دیگه هیچ چیزی نیست و دیگه هیچ چیزی هم نمی باشم. مطمئن باش من شوهر خودت دوست دارم. بسیار دوستش دارم. تو را دوست نداری. میفهمم. زندگی من به خاطر هیچ تباه کردم، اما بعد از این قسم نمیشه. نورا اصل ده بالا هستنی؟ خوش آمدین آقا اورال. خوب شد که آمدین. راستش خانم اصل کم مریض شده بود، پیش دکتر رفت. من چرا خبر ندارم؟
اصل کجاستی ها؟ در آستم خانم یایم. نورا گفت که پیش دکتر رفتی. چی گپ شده بود؟ چی تکلیف داری؟ کدام چیز مهم نیست، فقط فشارم پایین بود. دکتر گفت کدام چیز قابل تشویش نیست. حالی مشکل فشار دیگه از کجا شده اصل؟ به نظر تو از کجا بودم میتونه؟ از خاطر ای بودم میتونه که پدرم بیگناه به زندان رفته. به خاطر پدر که 3 روز میشه او را شناختی قدر زود مریض میشی؟ به هر صورت اورال به خانم یایم باز اونجا گپ میزنیم. بیادر چطور هستی؟ مرا سلکو همراه من قسم رفتار نکن مثل که مریض باشم. من از کلتون کده خوبتر هستم، حتی بهترینتون من هستم. ببین من فقط میخوایم که تو خوب باشی. تو خوب باش، خوشحال باش. من دیگه هیچ چیزی رو نمیخوایم. من خوب هستم. درست است. من لباس ما تبدیل میکنم و بیرون میرم، کار دارم. غذای شبم همراه دفنه بیرون میخورم. به احتمال زیاد ناوقت میایم. اگه با کدام چیز ضرورت داشتی زنگ بزن. درست است؟ درست است، زنگ میزنم. او به هر صورت تو چرا پشت اونا را گرفتی؟ میشه برام واضح بگویی؟ با تو چی فرقی میکنه؟ تو را چی؟ بیا زودتا با حاله که نفهمیدی از این بابادم برای چیز نمیگم. به خاطر پیسه است. تو با سینان دیمیروغلو عروسی کدی، هنوزم دغم پیسه هستی؟ یکی سینان دیمیروغلو شوهرم است، چیزی را تغییر نمیده. او خودش زندگیشو بخور و نمیر پیش میبره. نفهمیدم. گپ دراز نکو کندال. ما فقط یک شوهر دارم که پس مانده بیادر روانی خودم میخوره، خلاص. وقتی که شوهر آدم تنبل و بیکاره باشه پشت ثروته که مستحقش است. خانمش مفته. دقیقاً همه قسم است. بله جاله، باید فوراً گپ بزنیم. میشه بعدن گپ بزنیم، فعلا هیچ خوب نیستم. چی شده؟ استادت معلوم میشه خوب نیستی. چیزی نیست، فقط یک مسئله است که باید حلش کنم. میشه بعدن زنگ بزنم؟ درست است، همین که کارات خلاص شد برام زنگ بزن. درست است. فقط یک کار است که باید انجامش بدم. خوش آمدین خانم عسل. چطور هستین؟ کدام چیز مهم خونه است؟ خوب هستم گپی نیست. اورال در خانه است؟ در اتاق کار است. خوش آمدی خانم عزیزم. چی شده؟ کار چیز خوب است؟ میخوایم ازت یک چیز پرسان کنم. پرسان کن. برم بگو که او روز چی شد. کدام روز؟ روزی که دکشتی مرا بزور نگاه کردی، روزی که برم قیامت بود. خب چی گفت شده؟ مام همین را پرسان میکنم اورال. چیزی که تو به یاد داری همون شد. من به یاد ندارم اورال. از تو پرسان میکنم گپ بزن، او روز چی شد؟ من چی بفهمم؟ چیزی که شد، چیزی که گذشت، چی معنی داره؟ چقدر برات آسان است. هیچ چیز نگذشته. میفهمم که او روز در بین ما هیچ چیز صورت نگرفته. تو چی میگی؟ میفهمم امروز دکتر گفت. چطور مرا به این مسئله باورمند ساختی؟ اصلا زندگی ما از پیشم گرفتی. این که من چقدر احساس بد داشتم برات اصلا مهم نیست. من حتی به خودکشی فکر میکردم.
به خاطر تو زندگی ما تباه ساختی، آینده ما آتش زدی، میفهمی؟ بابا تو آسیب رسانده نمیتونم. بابا دست نزن. آسیب رسانده نمیتونم، یا آسیب نرساندنت. چطور باور کردی که بدون رضایت تو میتونم به تو دست بزنم؟ بابا دست نزن. ده قدر وقت بسیار چیزا را دیدم، حالا دیگه به هر چیز باور میکنم. هر کاری که کردیم به خاطر عشقم بوده. دور باش. ضرور نیست که این مسئله رو طولانی بسازی. چی میشه؟ همراهی ما باش، خواهش میکنم نرو. چی میشه؟ نزن. نرو. بیازو نگفتیم که میرم. فقط نمیخوایم با یک دروغ زندگی کنم. ای خو حقم است نه؟ به زندگی هیچ کس تو را بیشتر از من دوست نداره اصلا. هیچ کس دوستت نداره. حتما کدام چاره داره. هرچی فکر میکنم هر قدر سر مغزم فشار میارم بازم به نتیجه نمیرسم. نه رئیسی کار نکده مطمئن هستم. لالا ما مطمئن هستم، ما میفهمم، ولی تا کی مسئله را ثابت نکردیم فهمیدن ما بی‌معناست. خوب اثرای انگشت چی؟ اثر انگشت ها پاک شده، کدام سند رسمی نداریم که اسلحه در پیش کس دیگه بوده. میفهمین که اسلحه جنایت به نام آقا عزیز ثبت و راجستر شده. در این وضعیت تصمیم گرفته شده که باید در زندان باشه. پیش ما حتی یک دلیل هم نیست که ما را برحق ثابت کنه. دست و پای ما رسما بسته شده. خب حالا چی خواد کردیم؟ حالا باید منتظر یک معجزه باشیم. اگر کار ما به معجزه مانده باشه و اون معجزه را پیدا میکنم. بخیر آزاد شوی. زنده باشی لالا. خیر ببینی. بخیر سپری شما. زنده باشی. اجازه است بیادر؟ بیا اینجا بشی. خدا نجات بده بیادر. جان جور بچی. خودت بیازو کسی هستی که با دلیزای زندان آشنا هستی. نامت پیش از آمدن سر زبانا بود. میفهمم. خیلی پیش از آمدن نام ما سر زبانا بود. پس گوشت خوب باز که و بشنو. یک زمان یک رهرو نابلد بود. یک روز پیش دروازه قصر یک پاچا آمد. نگهبانای قصران بدون کدام چون و چرا رهرو به حضور پاچا روان کردند. رهرو و پاچان با هم روبرو شدند. پاچا پرسان کرد که چی میخوایی؟ برای چی بتم؟ رهرو گفت که به خاطر خو کردن در اینجا یک اتاق مناسب میخوایم. البته پاچا آدم خوشخوی بود و گفت که اینجا خو قصر ماست، گافی للی خو نیست. رهرو هم خنده کرد و گفت بسیار خوب. پیش از تو دی قصر کی زندگی میکرد؟ هیره میفهمی؟ اگه میفهمی بگو. پاچا گفت که پدرم باز فوت کرد. رهرو باز پرسان کرد که پیش از او کی زندگی میکرد؟ پاچا گفت که پدر کلانم او هم فوت کرد. رهرو خنده کرد و گفت در صورتی که اینجا جایی باشه که انسان در اونجا برای یک مدت کوتاهی زندگی میکنه، پس چی به درد میخوره؟ باز در وقت ما چرا در اینجا زندگی نکنم؟ خیر باشه، به خانه ما خوش آمدی. خیر ببینی، زنده باشی.
خیرت است. کدام پیشرفت نه است؟ نه لالا، پیشرفت از کجا شد؟ از این جنجال برآمده نمیتونیم. محکمه موظفان به نظارت داخل زندان فیصله کرده. زندان روانش میکنن. وکیلم میگه که کار ما به معجزه مانده. چی میگی؟ لالا بیبی، اگه خورترین چیزان به یاد داشته باشی چی بفهمم؟ اگه معلومات جزئیان باشه بگو. زندگی عزیز بیادر مطرح از قربانت میشم. اگه به یاد داشته باشم فقط که نمیگم کنون. ای که اسلحه در کجاست و پیش کی است هیچ نمیفهمی. اما ترس برات گفتم که به یاد ندارم. خب ابرو، ابروی چی؟ ابرو را چی شده؟ ابرو هم با این قضیه کدام ربطه داره؟ تو زیاد پشت ابرو را نگرفتی کنان؟ میگمت که نداره. تو چی میخوایی بگویی؟ واضح گپ بزن. درست است، آرام باش، قار نشو. سعیز نمیخوایم چیز بگویم، آرام باش. یارم جمع کنم. باورم نمیشه که دی وضعیتم کار میکنم. اما کار که نکنیم چی کنیم دخترم؟ زندگی باید پیش بره. از 6 تن و جگرخونیام هیچ چیز جور نمیشه. جور میشن نی. من که جگرخونی نکنم کی کنه؟ اما حافظ گفت که عزیزه به زندان بردن. با این ماناست که تو هم هیچ مزه عشق نچشیدی ها؟ اول باید قسم درد بکشی و دوری رو تحمل کنی. مزه عشق دمی است. توبه مرا تیر از قسم مزه. اما فهمیدم تو عشق آسان خوش داری. از کل گپای من میره برداشت کردی اما جان؟ البته که میره برداشت کردم. چی را برداشت میکردم؟ 26 سال بعد عشقت دوباره حاضر شده که پیشت بیایه. تو هم سن طبیبی با جایی که بگوی خدایا شکری گپای طبیبی تو. بیبی که دی وضعیتم مرا خنده میتی دیگه برای چیزی نمیگم به خدا. باید هم نگویی. باید از یک دیگه دور بانین تا مزه رسیدن بفهمین. حالا دیگه یک عالم کار داریم. های از اینکه قلب من نشکستاندی و اینجا آمدی تشکر. مهم نیست. در سلمان با یک تبدیل هوا ضرورت داشتم ابرو جان. اما به من بسیار مهم است سینان. تو همیشه به من بسیار کمک کردی. هیچ وقت این گپ فراموش نمیکنم. میخوایم بفهمی که به من بسیار خاص هستی. وای، احساس غرور کردم ابرو. زیاد وقت میشد که از هیچ کسی قسم یک گپ نشنیده بودم. مذاق نکو، من کاملا راست میگم. من مذاق نمیکنم جانه. مام صمیمانه اعتراف کردم. دفعات مادرت هرچند که پیشت نبودم اما عقل و هوشم همراهت بود. از این میترسیدم که مردم چهار طرف درباره ما کدام گپ نزنن یا کدام گپ نخیزه. نتونستم برات کمک کنم. از می خاطر از دور طرف سیل میکردم. ابرو، همین که به فکرش هستی کافی است. واقعا انسانا بسیار بد نیت هستن. نخواستم خدای نخواسته کدام سوی تفاهم پیش بیایه. بیازو کلگی در جستجوی یک بهانه بودن. از این خاطر نخواستم پیشت باشم. ضرور نیست که قسم گپا رو بگویی سینان. اما من میخوایم که تو بفهمی تو هوشیارترین مردی هستی که ما در زندگی خود دیدیم. اما متاسفانه که در خانواده در جایی که لیاقتش داری قرار نداری. قسم نیست اما متوجه به انصافی خانوادگی تا هستم سینان. میخوایم بگویم که در اصل تو لیاقتش داری که در رأس شرکت قرار بگیری. نیورال عقل و جذبه‌ای که تو داری باور کو هیچ کس دیگه نداره. کاش که در یک وقت متفاوت تر آشنا می شدیم.
بله عشقم. جانم خوب هستی؟ خوب هستم. گوش چی میگم. در آخر یه هفته با هر دوی ما در یک هتل جای رزرو. راستی؟ چقدر خوب میشنه. هر دوی ما تنها میباشیم. بسیار خوش خاطر شد. بسیار خوب میشه ولی فعلا اوضاع کمه گرد و دست نمیفهمم مناسب است یا نه. نه که نمیخوایی چطور؟ امکان داره که نخوایم. وقتی که تو بخوای البته که ما میخوایم. فکر تو هم کمه دیگه میشه. در این روزا بسیار مصروف هستی. 1000 تا جنجال داری. خواستم که از همه چیز دور باشیم. فقط ما و تو باشیم. هر قسمه که تو میخوایم تا سهیست. پس باز میبینه. اول همراه اورال گفتگوی اینا تکمیل من خلاص میکنم. آقا اورال بگو. قسمه که گفتم دفنه بالاخره گپ زد. فقط میخوای از شما پول بگیره. یکیش مریض روانی است و دیگه‌ش هم بیخرد. اگر چیزایی که گفتم همو تو کنی به نفع هر دوی ماست. برام تصویرای اورال بته هر دوی ما از اون مار نجات پیدا میکنیم. بس از قطعش کو چیزی که باید میشنیدم شنیدم. تخلص ما سر است. اما از بیادرم خوشش نمیایه. ایره باید پس به جای اصلیش روان کنیم. چیزی که گفتم همو تو کردی؟ کاپیای اصلی دهی است. به خاطر دفنان بعضی تصاویر جعلی داخلش است. جعلی؟ درست است. برو. خب پیسره چی تو کنم؟ به یک نهاد خیریه مراجعه کو کندال. هر کاری که میکنی بکو ولی پیسره به ما بیار. حالا برو دیگه. ای مادر جان، با وجودی که نمیخواستم ببینمش بالاخره تصویرایی که مرا نجات میداد دست من است. همه تو نیست؟ ناز نرو. اورال از من دور باش. کسی نیست. برات وعده میکنم ناز یک انسان بسیار خوب میشم. ببی وعده میکنم یک انسان خوب میباشم. من تو رو بسیار دوست دارم. همیشه این چیزا رو برام میگی دیگه بس. نرو ناز. چی میکنی اورال؟ لطفا نرو ناز. مرای لابته. گفتم مرای لابته تو چی میکنی؟ مرا تنها ناز. نمیتونی بری. اورال بگو اصل جان، تو خوب هستی؟ اصل خوب هستی جانم؟ خوب هستم فقط فشارم بیایی جلشی. شفاخانه بریم اصل؟ عزیزم میشه کمه برم او بیدی. نورا زد باشد بیار. زد باش نورا. عزیزم ضرور نیست کمی استراحت کنم خوب میشه. به صورت بیا بعد تو رو به اتاقت میبرم. بیا جانم. برو جانم. ملکه چی میخوایی؟ یک دقیقه ایستاد باش باید گپ بزنم. تو چه قسم یک آدم احمق هستی؟ چیز نمانده که همراهت ببریش گپ بزن. ملکه بیبی من از تو جدا نمیشم. تو خانم نکاح شده مستی. هیچ جای رفتن نمیتونی. من برات اجازه نمیتونم. دستت پس کو. تو اگه بخوایی یا نخوایی این کار دیگه ختم شده. فهمیدی؟ نه خیر ختم نشده. تو یک زن عروسی شده هستی. اولاد دارم هستی. هیچ نمیشرمی که پیش عزیز میری ها؟ گپت سنجیده بزن. ما پیش کسی نرفتی. رفتی؟ چطور نرفتی؟ اگر مردم خبر شون که تو پیش دیگه کس میری او وقت چی فکر خواد کردن؟ ما با کلگی میگم پیش کلگی رسوا و ذلیلت میسازم. باز در بین مردم روی نخواد داشتی.
من پروایی این تهدیدهای بیهودی تو رو ندارم. برو بگو به هر کسی که میگی بگو اصلا پروایش ندارم. کافی است که بار دیگه قواریت نبینم. ملکه یک دقیقه. ملکه اینجا بیا. برو جانم. دراز بکش جانم، باید استراحت کنی. اورال مرا تنها نمان درست است. اصل بسیار خسته شدیم، هر چیز سرم فشار میاره. خب من چی کنم جانم؟ چی میخوایی؟ کمی استراحت میکنم، بعدن مرا بیرون ببر. بیرون؟ بله، چی میشه واقعا نفس کشیدن نمیتونم. درست است جانم، فقط تو خوب باش. البته که میریم. نرو، حالی هم پیشم باش. شام بخیر، براتان خوش بگذره. زنده باشی. اگر تو رو نمیدیدیم همه تو میشد، اما مجبور هستیم گزاره کنیم. بله گزاره کن. یزو با شما همی میزیبه. اصلا دخصه گپایتون نیستیم، میفهمی؟ آلیس، پس من زیادتر وقتتان نمیگیرم، بفرمایید. بیازو وقت ما رو گرفتن نمیتونیم، ماهی گیر. تو به او حد نیستی که وقت ما رو بگیری. مزاق میکنی لعنتی؟ آقا اورال چی شده؟ خیریت هست؟ فلشی که برم داده بودی خالی است.